خب چطورید گیمرها؟ من امثله هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. دمتون گرم، مرسی که دارید حمایت میکنید. پرچمتون خیلی بالاست. لایک یادتون نره، کامنت بذارید، زنگوله چنل رو بزنید. کانال تلگرامم که میذارم این بالا حتما اونجا رو داشته باشید که دنبال لینک ها نگردید. اوکی؟ خیلی هم بعضیا میان توی کامنت میگن لینک رو کجا گذاشتید. خب 10 بار من کانال تلگرامو میذارم رو صفحه دیگه، اینو سرچ کنید، یک بار عضو شید تموم شه بره. تمامش بره عضو شید دیگه، اونجا هست دیگه، لینک ها هست دیگه، همش هست. هر ویدئویی میذارم بالاش قبلش لینکشو گذاشتم، خیلی راحت کلیک میکنید میرید تو اون وبسایت، حالا رباتی باشه چیزی باشه. بعد اینکه پرچمتون بالاست، بهتون گفتم من رباتایی که میذارم قبلش از همکارا، دوستا، یوتیوبرهای خارجی اینا رو کامل چک میکنم که اثبات برداشت داشته باشه، یا حتی بچه‌ها برام میفرستن رباتایی که استفاده میکنن، وبسایتایی که مثلا ازشون پول در میارن و برا من میفرستن، برداشتاشون رو برا من میفرستن و بعد که مطمئن میشم میذارم. خب این وبسایت، این در واقع پروژه ایکس ورلدم که بهتون گفتم موقعی که برداشتش اوکی شد من براتون برداشت رو میذارم. الان اوکی شده، یعنی دیروز چون یکم طول میکشید بودن از موقعی که درخواستش رو دادم از توی ربات 24 ساعت اینا طول کشید تا بیاد توی تونکیپر. واسه همین خب اون موقع نمیتونستم ویدیو بگیرم، ولی قطعه ریکورد کردم که الان براتون روش صحبت میکنم، ویدیو رو نشون میدم، روش کامل توضیحات میدم. هیچ مشکلی نداشت، خیلی راحت با کارمزد خیلی خیلی کم. در واقع اون دلاری که من داشتم که قبلا بهتون گفتم باید بیایید و اینجا اون مقدار پولی که دارید، اون مقدار توکن بیلدی که دارید رو بفروشید از طریق این گزینه ترید، سل رو بزنید و بفروشید. اوکی؟ و اینکه الان من فروختم، ببینید یه ذره بیشتر نداشتم، و بعد بیاید گزینه ویثدرا رو بزنید، این گزینه ویثدرا. اوکی، اینو بهتون گفتم. حالا میریم توی ویدیو بهتون توضیح میدم چجوری. قبلش فقط بهتون بگم که اینو گفتم بهتون، این دکمه رو بزنید، اینجا رو حتما روش کلیک کنید، آپدیت کنید تسکای روزانه که مثل همین که الان ببین مثلا نوشته که بیلد ماینینگ ریوارد، من اینو رسیو بزنم، یه دونه بیلد اینجا من گرفتم. الان ببینید اینا رو حتما بیایید بگیرید. و اینکه مهمترین قسمتش که میشه بیلد گرفت چیه؟ خودش نوشته های بیلد اپ، اپلیکیشن هایی که بازی هایی که بیلد زیادی میتونید از توش در بیارید. در واقع میاد مثل بقیه پلتفرم هایی که تو این زمینه هست که قبلا هم یکی دو تاشو گذاشتم، میاد یه سری بازی ها در واقع به این پلتفرم ها پول میدن، بازیاشون رو تبلیغ میکنن. این هم این به ازای بازی کردن شما و کامل کردن یه سری تسک ها میاد به شما مثلا توکن خودش رو میده، که این مثلا ایکس ورلد میاد توکن خودش بیلد رو میده. اوکی؟ و اینجا این تبی که دورش خط میکشم، از من در بیام، چرا من زدم روی این؟ اصلا این تبی که دورش خط میکشم، این بازیایی که اینجا هست، اینا در واقع همون خودش به قول خودش نوشته های بیلد اپ، یعنی بازیایی که توش توکن بیلد رو زیاد میتونید به دست بیارید به نسبت بقیه بازی‌ها بیشتر. خب همین اصلا بگم که اوکیه، برنامه‌اش برداشتش هیچ مشکلی نداره، حتما باید بازی کنید. اگه بخواید بیلد زیادی به دست بیارید باید بازی کنید، با این تسکا خیلی نمیشه گرفت. کلا این پلتفرم‌ها این مدلی هستن که شما حتما باید بازی کنید، تسکا رو انجام بدید، تسکا توی بازی‌ها رو انجام بدید، به یه لول خاصی برسید تا بتونید اون توکنا رو دریافت کنید. حالا بریم سراغ همون ویدئویی که بهتون گفتم از برداشتش من ضبط کردم، چون دیروز بود، ویدئوی کوتاه بود دیگه، گفتم بذارم روی این ویدئو فعلا روش ضبط کنم، بعد حالا میام روی این ویدئو توضیحاتشو میدم. خب بریم اون ویدئو رو ببینیم. خب اومدیم سراغ در واقع اون قسمت برداشتی که اینجا بود و الان میبینید که من $1 و 10 سنت دارم. اوکی؟ گفتم بهتون اون گزینه وسطی ویثدرا رو میزنید و اینو برداشتش میکنید. قبلش باید بفروشیدش، تبدیل به دلارش کنید که اینا رو قبلا تو خود ویدیو خودش توضیح دادم. اون ویثدرا رو که میزنید اینجا میاد دکمه آل رو میزنید که تمام مبلغ نوشته بشه، گزینه پایینی سلکت پیمنت رو میزنید، میبینید سلکت پیمنت. اینو که میزنید اینجا شما باید بیاید گزینه اولی رو انتخاب کنید، تون والت، میبینید دورش خط میکشم. حالا این پیغام میاد، اینو میزنید، اینجا تیکش رو میزنید، برای دفعه اول فقط این پیغام رو میده، برای برداشت اول. اینجا شیر کانتکت رو میزنید، شماره تلفنتون رو میخواد. اوکی؟ این واسه اینه که باید شماره تلفنتون شما رو داشته باشه تا به کیف پول تونکیپر ارسال کنه. اوکی؟ پس میایید تون والت رو میزنید،
چون میخواید به تون کیپر برداشت کنید دیگه. تون والت رو میزنید، اینجا این صفحه میاد، کیف پول رو اونجا مینویسه، چک کنید حتما مقدار کارمزد و این چیزا رو همه رو اینجا مینویسه که واسه من چقدر باید واریز کنه، مثلا 3 دهم باید واریز کنه، به کیف پولم 3 دهم تون کوین باید واریز کنه. اوکی، اون شماره خواستن رو فقط دفعه اول انجام میده، دفعه بعد دیگه انجام نمیده و راحت میاد تو این صفحه مستقیم روی تون والت که میذارید میاد روی صفحه و در نهایت همون گزینه پایین کانفرم رو میزنید. اینجا یه بار دیگه میگه کیف پولتون درسته، کانفرم رو میزنید، همون آدرس کیف پولتون که بره، خیلی راحت. اوکی، اینجا پسورد رو باید بزنید، پسوردی که موقع ساختن کیف پول این ایکسپورت بهش دادید و در نهایت هم اینجوری انجام میشه و اون فاکتورش هم در واقع میاد نشون میده که اینقدر باید به حساب من واریز بشه. حالا میریم توی کیف پول، من بهتون نشون میدم که چه مقدار واریز شده. ببینید 3 دهم، تقریبا 3 دهم تون کوین باید واریز شه. کارمزدش زیاد نبود، یعنی زیاد نبود و خیلی راحت با 2 تا کلیک کردن میتونید برداشت کنید مستقیما به تون کیپرتون تون کوین و بعد هم مثلا از تون کوین از تون کیپر بفرستید به صرافه ایران. اوکی، الان بریم سراغ کیف پول رو نشونتون بدم. خب الان اومدیم توی کیف پول تون کیپر خودم، همین آدرس همون بود، توی ویدیو هم میتونید چک کنید، اول آدرس و 3 تا کلمه اول و آخرش میبینید که همونه. اینجا قسمت تون کوین من هست که میبینید 3 دهم هستش. میایم توی قسمت هیستوری که من بهتون نشون میدم دقیقاً چه ساعتی واریز شده. خب میبینید که امروز الان که من دارم ویدیو رو رکورد میکنم یکم قبلش اومد واسمون و میبینید که 3 دهم تون هستش رسیو شده، 3 دهم تون کوین واریز شده به حسابمون که همون مقداری بود که توی خود ربات هم زده بود که کارمزدش کم بشه، این مقدار واریز شده بود و هیچ مشکلی هم نداشت. اوکی، فقط این به نسبت بقیه ربات‌ها یکم بیشتر طول میکشه، همین. حالا بریم سراغ یه نکته دیگه درباره یه ربات دیگه. خب اومدیم توی ربات بیر باب، همون خرسی که بهتون گفتم. این خیلی خیلی سریع موقعی که درخواست میدید، ببینید اینا همه درخواستای برداشت منه که تماما انجام شده، خیلی خیلی سریع براتون واریز میشه به تراست والت. چون بهتون گفتم روی شبکه پلیگان باید باشه، خیلی راحت براتون واریز میشه. اوکی، این از اوناست که ویدیو با تبلیغ ببینید بهتون استارز میده و 200 تا استارز حداقل باید داشته باشید واسه هر سری برداشت. اوکی، واسه هر دفعه برداشت باید 200 تا استارز داشته باشید و اینکه این قسمت ببینید الان من 200 تا استارز ندارم چون تازه برداشت کردم. و اینکه یه نکته دیگه هم که داشت چی بود میخواستم بهتون بگم، این بود که باید تبلیغات رو میدیدید و اون بحث رفرالش بود که واسه در واقع برداشت کردن واسه من فقط همون دفعه اول میگفت مثلا یه دونه رفرال میخواد دیگه، واسه دفعه بعد هیچ چیزی به من نگفت و من راحت برداشتم و تونستم انجام بدم. اوکی، بریم سراغ یه ربات دیگه. خب در واقع این ربات، این دو تا وبسایتی که میخوام بهتون بگم رو، اینا حتما هر روز بیاید یه دقیقه وقت بذارید براش انجام بدید. یکیشون در واقع ترون فاست بود که می اومدید یک پازلی رو انجام میدادید. اوکی، که مثلا من بذارید اینو انجام بدم که بهتون گفتم هر در واقع روزی 3 بار این وبسایت رو روزی 3 بار میتونید انجام بدید. یه وبسایت هم که تو ویدیو قبلی گفتم روزی هر ساعت 1 بار میتونید بیاید انجام بدید. بذارید من اینو انجام بدم. ببینید این با این، این با این، این با این، این با این بود، این دوتا، این دوتا، این دوتا با هم، اینا هم که شبیه همه، اونم که مثل همه. خب من اینجا آدرس ترونم اینجا چون چند بار زدم هستش اتومات. این گزینه تیک آیمنت ربات رو میزنم و میاد یه پازل هم اینجا انجام میده، 4 تا ضربه در یعنی 4 تا به اضافه. خب 3 تا ضربه در یعنی 3 تا به اضافه، ضربه در 2 تا خط تیره یعنی به اضافه 2 تا خط تیره، یعنی همون مثبت منفی دیگه. ضربه در میشه مثبت، خط تیره میشه منفی دیگه. مثبت منفی مثبت اینه و 3 تا منفی. خب من ثبت میکنم. یه مقدار اینترنت ها بعضی موقع باگ میخوره، باید صفحه رو ریفرش کنید اگه نیومد. ببین نوشته your address IP has been blocked. اگه اینجوری شد دیدید این خطا رو زد، هیچ مشکلی نداره. VPN تون رو خاموش کنید، صفحه رو ریفرش کنید، یه بار دیگه بازی رو انجام بدید، براتون ارسال میشه، هیچ مشکلی نداره.
برای من چند بار تا حالا اینجوری شد. اوکی، هیچ به خاطر وی پی ان من، چون الان با آی پی آمریکا ثابت اومدم، احتمالاً مثلا توی آمریکا چیز باشه، بلاک باشه. حالا بیام ممکنه به خاطر اینکه یه بار خاموش میکنم یه بار روشن میکنم، این وبسایت بدون وی پی ان اوکی هست. اوکی، برای برداشتش باید خاموش کنید. برای اینکه این بازی رو انجام بدید چند بار من اومدم اینجوری بلاک کرده، بعدش اون وی پی ان خاموش کردم، راحت برای من ارسال شده، هیچ مشکلی نداره. بریم سراغ اون وبسایت. پس اینو یادتون نره، بیاید همیشه بیاید هر بار انجام بدید. روزی 3 بار میتونید، هر 480 دقیقه یک بار میتونید بیاید اون اینو بگیرید. چرا میگم؟ به خاطر که این وبسایت ترون میده. بریم سراغ اون وبسایت. این یکی دیگه وبسایتی که دیروز بهتون گفتم که لول بندی داره اینجا، اینم بازم ترون میده. همه اینا رو میتونید تروناشو جمع کنید، بفرستید توی کیف پول فاست پی. جمع که شد راحت از فاست پی بفرستید به مستقیم، بفرستید به صرافه ایران، نوبیتکس، رمزینکس، هر جا که دارید. اوکی، این چه جوری بود؟ این هر یک ساعت یک بار میتونید بیاید بگیرید. چی نوشته اونی که تعدادش کمتره، یکیش 1 2 3 4، این 3 من انتخاب کنم. درست، کلیمو میزنم، تموم شد رفت. این اضافه شد به بالانس من. 15 تا ترون که شد میتونم از اینجا مستقیم ارسالش کنم به فاست پی. اوکی، ولی اون یکی وبسایت قبلی که نشون دادم، اون همون لحظه ارسال میکنه به فاست پی دیگه، وای نمیسه که مثلا جمع بشه. اوکی، این دوتا رو هر روز بیاد انجام بدید، تروناشو جمع کنید، همشون هم اثبات برداشت داره، هیچ مشکلی هم نداره. حله، دمتون گرم. درباره ایردراپ هم هیچ خبری نشده، خبر تازه بیاد حتما براتون میذارم. پرچمتون بالاست. تا ویدیوی بعدی. سی یو.